در همین حال قاری گلایدر شفق ولی ولایت جوزجان میگوید هر جوان در قبال جامعه و کشور خود مسئولیت‌هایی دارد که یکی از این مسئولیت‌ها آموختن علم و دانش و ارتقای ظرفیت‌های علمیشان است که باید از آن در پیشرفت کشور خویش استفاده نمایند. در اینجا آمدین سهولت برایتان ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان برایتان فراهم کردن. شما از وقتتان کار گرفتین، زحمت کشیدین، آموزش گرفتین، آموزش دیدین، در اینجا آمدین همین وقتتان عمرتان این قیمتی ساختین. در همین حال شاگردان فارغ شده از این دوره 5 ماهه آموزشی میگویند چنین برنامه‌ها و آموزشگاه‌های رایگان برای جوانان بسیار مفید است. آنان از مسئولین می‌خواهند تا در قسمت رشد جوانان تلاش نمایند تا جوانان بتوانند در خودکفایی خود و فامیلشان سهم بگیرند